بلبل مسیار یارای آقا جان. نه خود نوزبت ما گفت بیا که بریم به بازار بریم، به چکر زده بریم، من شورنا خود بخوریم، مثلا سنجبیت بخوریم، مثلا چیز که اگر هر دم الخرجی کنی باز هر دم زن تو به تو زنگ بزنه که بیا بریم به شهر شیریخ مایم چی مایم دیگه پول نیه. من به تک پوچی سرا شما پشت در سرا نزدیک تقریبا ها دیگه پشت در سرا میری شده سکو من اینجا قایم میشم که جکی خوب آی ولنگ ولنگ آی ولنگ وای ما ناز دلبر بلبل مسیار یارای آقا جان خدا مبارک. کارا زمین ها باشه اینجا پرتو باشه. بله تو که بغیر خوندن و گوشتی بری برگشتن دیگه کار نداری. بریم به سر زمین ها که ما کار دارم آخی. کجا با ما بری؟ ما بیامدم به پیش ما خاطره که نانه میگفتم برو میت چرخ مثلا خوشحال خو میرم من چه جانب گفتم اگه پول دارم ما بدن کم خرتا پرتا چیزی بخرم انا ببرم خاطره که نزباد ما زنگ داد که بیا بکو به می نانه خوب بو گفتم که همال اگه زن نمایه وقته از روزی که تو نمزادار کدم نه دل تو به سر زمین ها میگیره نه دل تو به کار میگیره یا خوندن میکنی یا به تعمی کوچه ها میگیردی چی فایده داره برار خوبه گردم رفتن کاش که بری خسور تو یک نرمی منظوریت و ممنونیت داشته باشه همور هم کو نداره خو خونه خوشحال من چیزا خب میرن گاهی وقتی نزباد خود ببینم اختلاط میکنه خودی و به چکر زده میرین دیگه برار شما میته نبیدیم شما نزباد دار شدیم شما نمیرفتین خودی زن کو به ای بار به میله نه برار خور بگردم وقتی که من نمزاددار بودم تا حال فرق کرده من که میرفتم به خونه خسور خو من قسم میداد میگفت هیچ چی نیاری دست خیلی بیایی حال خسور تو جبار نصف موتر مازدار پر نکنی به در خونی بری تو راه نمیده بفهمیدی چی میگم او آدم تا او آدم فرق میکنه بازم یکی هر روز نرو فایده نداره نه خود نوزبت ما گفت بیا که بریم به بازار بریم به چکر زده بریم من شورنا خود بخوریم مثلا سنجبیت بخوریم مثلا چیز چه پکوره شیریخ انا گفتم پول بدیم بریم یعنی برات پول به پیش میمدی یعنی من دیگه چیکار کنم با مگارم یک سره به تو پول پیدا کنم بدون که تو خونه خسور خود بعد با نال زنگ زده من نرم میگه تو سیکو این نماده نامردی کرده خب پس یک کار کو که میری شو که میستی که سو وقت مگاری بیایی نه شو نمیسته کن تو نمازگر پس میایی خب خیر غم نداره بیایی که ما کار داریم آخی خوبه آنه ما ساده داری پا دارم دیگه نمیونیم دیگه اصلا یک روپیه دیگه ندارم ساده داری پا همه لکه خرج کنم همه خرج میکنی تو ساده داری پرشته خرج میکنی نه خو خرج نمیکنم لکه خرج نکنم نه برار خور بگردم کامه بس از بکیسی خو میبینی پول نیه چریت میکنی داری پا بدون خود بخر داری پا بخو داری پا بجو پکوره بخر داری پا بخو بس شما دیگه پرتی خور بکو خوبه خیلی لخرجی گفتم نکنی خلاصه ما به تو بگم اگر می داری پا خرج کنی پایری پا خرج کن که اگر هر دم لخرجی کنی باز هر دم زن تو به تو زنگ بزنه که بیا بریم به شهر شیریخ مایم چی مایم دیگه پول نیه بشنیدی یا نه زودی بیایی خوبه گیلک یک چیز دیگه مثل او روز باز نشه که پولا برقا به کسی تو بوده خصوصی تو برا به سر تا کپسول گاز کرد میبینی پول نیه برار خور بگردم بشنیدی یا نه اینا چی استفاده میکنم از تو که نمیفهم یا مغزه من چه کار کنم خود شما آی در دکان نلبندی بگردم دلارامی آخ هموسی بای سمرغندیر بگردم ای جانم ابو آی موسی بای سمرغندی چی باشه همو لبا که می خندی بگردم اگر یار مرا دیدی به گوشه بگو کالای نو خور بپوشه وی اگر پوسید که یارو میشته شده
بگو مجنون بغم تو پلوش جان محبوب کنج باغچه دلم ماتم گرفته خدا آسمان مار به دست کم گرفته چرا نمازی شم شده به شهر ایران لبی بام غم ریارم غم گرفته چرا خدا چری تو شد هرا جان هرا چری تو شد هرا جان خدا جان خدا جان anne دیگه مای رخ شد گوشی anne بخور الو سلام علیکم انده نباشه جیگر مشتنی جانجور احوال خوبه خیریت مادر تو پیار تو همه نفته کنه ویدی شما خوبه سلامت باشید میگم کجکی دیشب به من زنگ زدی گفتی بیا یک برین خودتو به بازار بریم چیز میزی بخورین شیریخ و سنجبیت و پکوره و شورنخوت اینا گوش که من چی میگم من بیام آدمم تک کوچی سرا شمانم ها نه بابا تو سیکو چی میگم خب به خونه یا گیپک بگو خوده کله گنده خو سیکو بزو بگو دیشب تلویزیون بگو دیشب اعلان کرده خب بگو دیشب تلویزیون اعلان کرده گفته 385 درجه گرمی شده بم پیشون سرا برم زیر درختا برم پیش گوسفندا سر خو بگذارم جگاه خواهی شو بم سایه یک ها من به تک کوچی سرا شمانم پشت در سرا نزدیک تقریبا ها دیگه پشت در سرا میری شده سیکو من اینجا قایم میشم که جکی خب هم که هم آدک سیکو سلام علیکم اندن باشم برا جانجور تیار هستیم برارم گل من برار ما با تو میگم کمی گوار جمع کنه علاف بنده پیش ایوانا گوشنگی زوف کردن تو چری کار نمی کنی آخلال سیکو تو امی برار نصبات ما بیام آدم میگه همینجا اختلاط میکنه پیش ما بیام آدم استاده شدم و چی مایه اگه به شفر میفهمی برار گوشی خور قد کو گوار ببر بس همین چیز مزدور مونه تو یک دقیقه گم شی مزدور مونه میگن گوار ببر بس آرام میخ کنه غلاف هم پیشی نبنده برو دیگه اگه به گپ میفهمی خداحافظ دیگه شفر چیه دیگه خداحافظ تو چرا جیدن خود خواه مگه میزنی ها با 20 دفعه بگو تو خود سرکلی افرنگ خوب چردوار سرامو پیدا نشی که چرا با تو حالا با اینجا با ما جفنگ میگی که گیپک خود تو مزدور دم خونه دگه کسی با یکم بیای مزدور تو میشه خود کلی گندی خو گیپک گردن ما بند باشه پشت چپات به دست تو بزنن خوب برای تو که تو یک مسئولو بچلی استتر پیار تو گیر میده کامه که با تو هم من اینجا میگم چه کار کنم ما رسم و رواج نداریم به تو 20 دفعه بو گفتی هم اکشر میای پشت دم سرا یا چردوبر سرا بابا دختر خود پیار تو با من خیرات کنه داد آخی نزبات من آخی خیرات داده گفته 5 لک ریپه پول بده من 5 لک قبول کردم گوش که چی میگم گپ هم افت میزنی چه یه گمشه 5 لک من قبول کردم بازم فاتح دست که بشود اگ مرد جوانی کردم 20 قطعه هزاری هم هزاری بود بم سر فاتح دست خراب پس نگدشتم پیش شما 5 لک مرتکه 20,000 میگذاره چند پس میگذاره نصف کو پولا میگذاره نصف پولار بگذاره که تو خود کله گنده خود بری بالا چیز میزی بده خرج کنی خود نبید تو خبر نداره اوزا کشمیشیه خود جا کشمیشی ما هم نمیگذاره خود خواه مکب زنی گپ بینیه